سلام دوستان، خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو قراره یه سایت کلیچی خیلی خفن رو بهتون معرفی کنم که این سایت با بقیه سایت فرق میکنه و کسب درآمد ازش خیلی آسونه و روزانه با چند تا کلیچ ساده میتونید 50 تا 100 تومن ازش کسب درآمد کنید و اون درآمد رو به حساب خودتون واریز کنید. همونطور که توی تامنیل ویدیو دیدید خودم هم ازش برداشت داشتم و این خیلی سایت خفنیه. فقط شما باید روزانه 10 تا 20 دقیقه وقت بذارید و بیاید توی این سایت و تبلیغاتی که گذاشته رو انجام بدید و کسب درآمد کنید. خب بدون هیچ حرف اضافه‌ای بریم سراغ ویدیو. قبلش لایک رو بزن که این ویدیو به تعداد بیشتری نشون داده بشه که اونم ببینن و از این سایت خفن با خبر بشن. توی گوگل سرچ کنید پارت کلیچ، سایت اولی که براتون بالا میاد و باز کنید. خب دوستان، درآمد این به چه طریقه و چگونه میتونیم ازش کسب درآمد کنیم و در ادامه ویدیو بهتون توضیح میدم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید که راههای درآمدزاییش رو بهتون توضیح بدم. خب دوستان، وارد این سایت که بشید، اینجا تعداد کاربرانش رو نشون میده که 198977 تا کاربر داره. به صورت شبانه روزی میان توی این سایت و کسب درآمد میکنن. خب کل تبلیغات 3594 تا تبلیغ گذاشته و این نشون میده که کارفرماهای زیادی به این سایت تبلیغ دادن و سایت خیلی معتبریه که تبلیغاشو هر روز شارژ میکنه. یعنی یه روز مثلا تبلیغ دیجی کالا رو میکنه، یه روز تبلیغ اون سایت دیگر رو، همینجوری متغیره. تبلیغاتی که همکنون فعالن 238 تا تبلیغ همکنون فعالن و شما میتونید از این تبلیغات کسب درآمد کنید. حالا به چه صورت میتونید کسب درآمد کنید؟ قبل از اینکه بخواید کسب درآمد کنید شما باید توی این سایت ثبت نام کنید که این رو به بالا که بیاید روی این گزینه ثبت نام کلیک میکنید. اینجا گفته دوست عزیز درآمد سایت پارت کلیچ کم است. توجه داشته باشید که تبلیغات اینستاگرام در خصوص درآمد میلیونی مربوط به ما نیست. خب دوستان، این چی میگه؟ شما با دیدن هر تبلیغی که این سایت گذاشته 500 ریال دریافت میکنید، یعنی 50 تومن، که شما میتونید روزانه با 10 دقیقه یا 20 دقیقه وقت گذاشتن خیلی زیاد از این تبلیغات رو ببینید. مثلا 50 تا تبلیغش رو میتونید ببینید و ازش کسب درآمد داشته باشید. پس قیمتش پایینه ولی تعداد تبلیغاش بالاست و شما میتونید درآمد خوبی ازش داشته باشید. و این یه نکته رو از من داشته باشید، سایت‌های کلیچی خیلی کم پول میدن، ولی اگه شما در کنار یه سایت کلیچی 3-4 تا سایت کلیچی دیگر رو هم داشته باشید که با اونا هم کار کنید، میتونید درآمد خوبی از این سایت‌های کلیچی داشته باشید. پس 4-5 تا سایت رو با هم استارت بزنید و کسب درآمد رو شروع کنید. خب بریم ثبت نام رو با هم انجام بدیم. توی گزینه اول از شما یه نام کاربری میخواد که به انگلیسی و اعداد لاتین وارد کنید و توی قسمت دومی شماره موبایلتون رو میخواد. قسمت سومی هم ایمیلتون رو میخواد و اینجا استان که انتخاب میکنید و حالا من استانم رو انتخاب کنم. خب توی قسمت رمز عبورتون و تکرارش و اینجا هم یه کدی اینجا نوشته که وارد میکنید. خب من همه اینا رو وارد میکنم و ثبت ناممو تکمیل میکنم و اینجا گفته ثبت نام شما تکمیل شد، از قسمت ورود وارد میز کار خود شوید. اینجا روی قسمت ورود کلیک میکنم. اینجا اون ایمیلی که اونجا وارد کردم و اینجا وارد میکنم، روی ورود کلیک میکنم. خب اینجا وارد میز کار خودم شدم که اینجا میگه قابل توجه کاربر گرامی، کسب درآمد از پارت کلیچ از طریق دیدن تبلیغات سایت می باشد. خرید کلیچ فقط برای ثبت آگهی انجام می شود و درآمدی ندارد. خب اینجا گفته کسب درآمد از این سایت فقط از طریق دیدن تبلیغات و یه آپشن دیگه ای داره که شما میتونید با سرچ کردن توی گوگل ازش کسب درآمد کنید که اینا رو بهتون توضیح میدم. روی این سه خط کلیک کنید، روی لیست آگهی ها کلیک کنید. اینجا گفته لیست آگهی های کلیچی که روش کلیک میکنید برای کسب درآمد. اینجا لیست تبلیغات کلیچی رو به شما نشون میده. مثلا درآمد امروز شما، موجودی حساب شما، موجودی کلیچ، جهت شارژ آگهی. خب اینجا مثلا یه 3 تا 4 تا تبلیغ داره که روزانه اینو خیلی زیاد میکنه. مثلا الان تایم صبح و تبلیغی نذاشتن و تایمای ظهر این تبلیغات شارژ میشه و تعدادشون خیلی میره بالا که شما باید بیاید به این سایت سر بزنید، ببینید چه موقع تبلیغاتشون شارژ میشه و روی اونا کلیک کنید و کارهایی که میگه رو انجام بدید و بعد درآمدشو برداشت کنید. خب روی این تبلیغ اولی کلیک میکنم. ببینید چی گفته کاربر گرامی، برای دریافت 500 ریال درآمد این تبلیغ مثلا اینجا ثانیه شمار گفته منتظر بمانید. حالا من 1 دقیقه 35 ثانیه تو این سایت صبر میکنم که مثلا این انجام بشه و ببینیم این درآمدو میده که قطعا میده. من قبلا تستش کردم. خب یه چند ثانیه دیگه مونده. دوستان سایت های کلیچی رو سعی کنید خیلی مثلا 5 تا 6 تا سایت کلیچی رو کنار هم استارت بزنید و مثلا 10 دقیقه برید توی اون تایمای آزادتون، 10 دقیقه توی این و همینجوری
سایت های کلیکی مبلغ پایینی میدن، ولی مثلا اگه 4-5 تا کنار هم داشته باشی میتونید خیلی زیاد ازش کسب درآمد کنید. خب اینجا این تبلیغ رو هم ما دیدیم. حالا میایم اینجا یه رفرش میزنیم و هم میبینید درآمد امروز شما 500 ریال و به حسابم واریز کرد. الان توی کیف پولمه. به همین سادگی فقط شما میایید روی این تبلیغ و روش کلیک میکنید و 1 دقیقه صبر میکنید که این تبلیغ انجام بشه و میایید توی صفحه اصلی رفرش میزنید و میبینید درآمد به کیف پولتون واریز شده. خب خیلی خیلی ساده است. روزانه شما با 10 دقیقه الی 20 دقیقه وقت گذاشتن میتونید خیلی زیاد ازش کسب درآمد کنید. و مثلا توی این قسمت پروفایل، مدیریت پروفایل، میتونید مبلغتون که به 20000 تومان، 10000 تومان، 15000 تومان رسید برداشت بزنید. و روی دوباره لیست آگهی کلیک میکنم، مثلا لیست آگهی های سرچ گوگل. خب دوستان این به چه شکله و الان تبلیغ نداره و به زودی میذارن. مثلا اینه که سایت دیجی کالا میاد به اینا تبلیغ میده، میگه مثلا از کاربرات بخواد که سایت دیجی کالا رو توی گوگل سرچ کنن و میزان سرچ سایت دیجی کالا بالا بره و بتونن مثلا بالا بیان، معروف بشن و مثلا بشن جزو اولین سایت هایی که بالا میاد. به این شکله که روزانه خودشون شارژ میکنن، فقط شما باید بیاید ببینید چه موقعی شارژ میکنن و اونا رو انجام بدید. خب دیگه آپشنی نداره که بتونید ازش کسب درآمد کنید، فقط همین 2 آپشنه که خیلی خیلی ساده است. دیگه ساده تر از این من پیدا نکردم حقیقتا. و اگه سوالی چیزی در مورد این سایت داشتید میتونید توی کامنت های همین ویدیو برام بذارید، جواب همتون رو میدم. خب دیگه بخش خاصی نمونده که براتون توضیح بدم. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. لایک، کامنت، ساب یادت نره برای حمایت از ما که ما انرژی بگیریم برای ادامه کار. خیلی عشقید. تا ویدیوی بعد، خدایا رو نگهدارتون.